عجبا با طهارت این کتاب را کشایم. نه سفسطه نگو، مگر این کتاب قرآن است؟ چی علاقه داره؟ بخش اول. بابا جان؟ جانم. چی بابا جان؟ اگر زهرا کار کردن نخواهد من به جایش میگذارم. من به فکرم خطا فهمیدم. به کجا میگذاری؟ کار کردن در شرکت. یعنی به کار میبرایی؟ میلیس تو در این کار چقدر تجربه داره؟ چی میفهمی؟ چی خیلی چی رو میفهمم بابا جان. آخر من و زهرا یک دانشگاه رو ختم کردیم. نه نمیشود. تو یکم بار سنجش نکرده ای. همین خیلی نه نمیشود. اما بابا زهرا هم تجربه نداشت. شما در وقتش به او باور کردید. او همه کاری آغاز کرده اش را به زمین زد. حالا هم او را پشتیبانی میکنید. چی شده سوداس میلیس؟ چرا به من چسبیدی؟ در اصل تو به من چسبیدی. با بابایم نازی بسیار کرده نسبت من ناحقی میکند. او میلیس تو چی سفسطه میگویی؟ درست گپ زن. بابا جان گفته عقل و هوش این مسافر را به خودت جلب کردی. اون نازی تو رو میبرداره تنها. من ناز نکرده ایستادم، فهمیدی؟ خودت رو حرمت کن. ناز میکنی، از خوردیت ناز میکردی. امیدوارم که ناز نکرده با داماد یافته بابایم آیله دار میشوی. اینش هم دامادی ساخته نباشد خوب است. میلیس، زهرا مرا دوست می‌دارد، حتی زیاد دوست می‌دارد. قرارهای داده مرا باشد حرمت میکند. نه ها؟ مادامی که شما را دوست می‌دارد چرا اینقدر وقت شما را احمق کرد؟ او ازدواجی ساخته کرد، شما حتی از این خبر نیفتید. میلیس خاموش خاموش نمیشوم بابا، خاموش نمیشوم. نه تنها ما را دامول و زیا را هم فریب دادی. وای آدم تنها برای تو وفات کرد. کاری کردت را ببین. تو یک خود پرست هستی زهرا. هیچ کس را دوست داشتن نمیتوانی. هیچ کس را نمیتوانی. میلیس در حال به حجرت برا. زود. چرا بابا؟ برای که به نبیرتان حقیقت رو میگویم. برای همین به حجرت رو گفتم میلیس. بابا شما زهرا رو به نهایت دوست می‌دارید، اما او یک ذره هم به محبت شما ارزنده نیست. اینقدر وقت به او باور کردید اما باوریتان رو برباد داد. حالا هم به او باور میکنید. میلیس خاموش. بس از خاموش شو. چرا؟ به شنیدن حقیقت طاقت نداری ها؟ تو حالا یک کودکی نازک هستی. میلیس از حد گذراندی. بله چون من حقیقت رو میگویم از حد میگذرانم ها بابا. اما او یگون چیز گوید هیچ چیز نمیشد ها؟ چرا بابا چرا؟ پدر و مادری او زنده نیست گفته من گناهکارم ها؟ یا که پدر و مادری من زنده است از همین سبب او رو دوست می‌دارید و مرا هیچ دوست نداشتید بابا. تو چی خیلی گپ میزنی؟ خودت را حرمت بکن. باز من گناهکار شدم. بله باز من گناهکارم. 1 سال میشود زهرا غمگین از گفته او رو روی دست میبردارید. من از برای او در این خانه ناپدید شدم. حالا اون که زهرا با محبت شما ارزنده نیست. خطا میکنی میلیس. زهرا با محبتی از همه بهترین و از همه بزرگش را حق دارد. ها؟ من چی بابا؟ میلیس تو این خیل بد اخلاقانه گپ زده باز زیادتر محبت به دست آوردنت را فکر داری ها؟ پدر جان چی شد؟ اینجا از دود میزنی؟ از دخترت بپرس او جواب دهد. میلیس دخترم چرا باباید را بغضه باوردی؟ آخر پدر باز هم من گناهکارم. زهرا چی کاری نکند بیگناه است. من چون یک چیزی میده گویم در این خانه گناهکار میشوم. تو رو بسیار بد میبینم زهرا. از تو نفرتم میآید. میلیس از زهرا در حال عذر بپرس. اصلا چقدر اصلا؟ عذر بپرس. زهرا رو نرنجان تا آیله دار میشود. آیله دار میشده است. گمان میکنم که اینش هم ساخته است تنها برای خوش کردن شما بابا. درویه. میلیس چرا چنین گپ میزنی دخترم؟ چرا بابایت را غمگین میکنی ها؟ کنی زود دخترم از بابایت و زهرا بخشش بپرس دخترم. میلیس پدرت راست میگوید، عذر بپرس. من هیچ عذر نمیپرسم. چرا شما او را طرفداری میکنید؟ مرا در این خانه هیچ کس دوست نمیدارد. میلیس لیلکم تبریز شد
از کارهای زندگی گوش کن برادر، ما مافیا هستیم یا مردی کار ها؟ بخدو میونم شکسته. باز یک سوال دیگر هم دارم. وای لعنتی در درون باشگاه آرام نشسته است، ما در اینجا لای شوریده عذاب کشیده شده ایم. اکه کنانی چی کاره؟ خب کن 2 ساعت شد یک کار رو انجام داده نتوانستیم. آخر همین یک آدم را گرانده می رویم. مادام این پدرسگ مکان سقراط را نمیگوید، از این بابت با هیچ کس گپ زده نتواند. بچه سمنت بشور که کاک بجا بشور. اکای کنم برای این آدم رو گروندن از یگام دوملو فتوا نمیگیری؟ فتوا؟ اینش از کجا برآمد؟ آخر آدم رو زنده گروندن گناه هست یا نه؟ باز از برای این لعنتی شده گناه نگیریم. من همین رو گفتم. تمام. خدا از تو روزی باشد برادر، بسیار خوب گفتی. مرا زنده با زنده گرانده چی به دست میارد؟ بسیار گناه بزرگ است، با من فرقی ندارد. دمت را گیر. وای راست میگویی، خودمون رو به دوزخ نپرتوییم. گرچه داملا زیا هم نیست، خودمون به خودمون فتوا میدهیم. اکا من یک داملوی خوب رو میشناسم، در اصل او پدرم است. دمت را گیر. مادام که داملا زیا وفات کرد، ما باشیم به خودمون فتوا میدهیم. مرا گوش کنید، زود باشید، کارو کشولا ندهید. اگر تیار شده باشد این رو زودتر کنید. اکا این خیلی نکنید، از پشت من با گناه دست نزنید، خواهش بکنم. دمت را گیر. مانندی تو بر این پدرسگ را گراندن ثواب است، ثواب. اکا والله بالله که من مکان سقراط رو نمیدانم. اگر دانم مگر نمیگفتم ای جانم رو گرفته سوید. حیفا، اما در نزد سقراط کار کردن رو میدونی ها؟ کنی بینیم سقراط این هیکلی تو را معقول میکنه ها؟ شرف از اون طرف ریز. خیلی نکنید التماس. گوش کنید تا بالای سرش گر کنید، بعد پاکت کردن روانش کنید. اکا التماس خیلی گریه نکن مردک شوی. انسان و دین، توبه و استغفار. یا خدای توبه، اسلام و شرطهای آن، تسبیح گردانیدن. من یگان تا این رو نمیدونم، مگر باز این رو از نو از جد میکنم؟ اوف، چاره ای ندارم، مجبور از بر میکنم. هیچ گپ نیم. کارجی اصلا است. خب این سراغه در اینجا نوشته شده است. ای کنی بیا برایم، از گرسنگی مردم رفته یگان چیز خورم. کالج اصلا است. این چیست؟ این چه لباس است؟ مگر انسان اینها رو پوشیده با مکتب می رود؟ طلبه ها مسخره می کنن؟ یا خدای توبه، ای من یگان دوست نداشتم که بگوید ای احمد این چه لباس پوشی است، به خودت دقت ده. ای برادر این چه لباس است؟ مگر من همین قدر انسان کفرپرست بودم؟ نه نمی شود، رفته لباس نو می خرم. مگر پول در کارتم به فکرم پول است. بله پول دارم. خیر با بازار می روم. تمام تو خواتیر نشو. من به اکای کنان میگویم. اکای کنان، داملو زیا رو از پسی خوارش یک محافظ مانده بودیم کو؟ خیر. اون سمی حیوان او رو راحت نمیگذارد اکا؟ ای پدر نعلتی. وای بیشرفه وای، یعنی دختر را بیسایی فکر دارد ها؟ پاگو در حال بیاناتش رو گیرید. اکا وای آدمی رو که در بوچکا گروندیم کو او رو چکار کنیم؟ کنی رفته بینیم؟ رفتیم اکا. مرحمت کلی حضرت بزرگ. آبای آدم در کجاست؟ ها؟ در کجا؟ ای اکا به خدا او رو تگی سیمین کرده بودیم. وای گریخته رفته است. حیوان ها، آدمی به بیتان گرانده اتون چکر نگریزد؟ یک لحظه بازی من ببینم. سیمنتش رو کم کردیم، بتون سخت نشده است. آن لعنتی برای همین گریخته است. تیفزر رو کرده گریخته است. لعنتی روی پدری هم دلتون سیاه. مرا ساختی بزنی. ای خدا شما رو جزا دید، خدا شما رو جزا دید. وای من شما رو بهوده میخورانم.
بهوده میخورانم تفو بر پدرتان لعنت در پیش چشم آدم را از دست دادید از دستتان یگان کار نمیآید من چیکار میکنم با شما چیکار میکنم من به تو گفتم که سمیدش رو زیاد کنیم نگفتم نگفتم من تو بدم چقدر سمیتون آقل حیوان علاوه بر این من از کارها دست نکشیدن 3 ماه رفت همراه اپاج به دهرم من به من زندگی کردن نمیتوانم دوستش میدارم نمی برادر تو چیکار میکنی یک افت اندامت درستر کن شرمنده کردی که ای بس ده دلم میکفده نمی برادر خودت رو به دست گیر رفتیم آخه 3 ماه رو من دوست دارم شرم داری رفتیم зуҳроро барои моҳиясалӣ бисёр маҷбур кардам аммо ҳоло рафтан намехоҳад набошад ман гуфтам ки барои ман мушкилӣ нест интихоби туст ҳамин хел не зуҳро بسیار خوب میشد زهرو 1 سال میشود که از خونم برآمده ای خوب میشود روی داخل نمیخواهم ینگا ای گود لطفاً آخر چند بار دیگر گفتم که مرا مجبور نکن маро бубахш зуҳро فروخ چخل به یک دیگر میزیبنده ای падарҷон бинед зуҳро ҳолаш хуб нест ғамгин менамояд бисёр ғамгин менамояд дар асл ман зид нестам аммо ӯро ба ин издивоҷ маҷбур кардед магар хато накардесаде برعکس درست کرده ایستادم падарҷон инаш ошкор аст ки зуҳро оиладор шудан намехоҳад زنو دمت را گیر مرانی دخترت را عقل نشان بده انا بین در اینجا نیست آقای حکیم نه خلیل فهمو آقای حکیم خلیل فهمیدم آقای خلیل مسجد را تعمیر کردن در کار این نماز جمعه مبلغ اگر جمع شود تعمیر را حتما سر میگیرد گپ نزول یا حضرت اما گوش کن و جماعت کمی فشار آوردن در کار از برای داملای ساختن مرا جدی قبول نمی کنند جماعت را جادو کرده است هر چیزی نگویم هر کاری نکنم بفایده است فهمیده یعنی این مسئله را چخیلی نباشد دیدن در کار است دیدم بخیر از هجری کی را دیدی؟ داملای سفسته نگو من خودم او را به خاک سپردم هجری در خیالت است داملا مرد قبول کن ای او را داملا پاملا نگوی داملا حقیقی منم داملا از پس رحمتی این خیل گپ نزنه انا داملا زیاد در آنجاست در کجا؟ در آنجا در کجاست هجری؟ در آنجا هیچ کس نیست در کجا است هجری؟ توبه هجری پسرم به این کارها بسیار مشغول نشو خوب نیست بیا رفتیم وقتی نمازی خفتن آمده ایستاده است تو هم بیا با مسجد داملا زیاد رو دیدی؟ رفتیم هجری پیش در رو رفتیم شام بخیر شوکت رفتیم که وقتی نمازی سهر رو دیدم سهر هم دیدم او را من خدا سهر دیدم او را دوست می‌دارم گفتم تو رو بسیار دوست می‌دارم
در حقیقت با ایکود اویلا دور میشوی؟ یعنی مگر دومولو زیارو همین قدر زود فراموش کردی؟ هرگز نام زیارو به دهانت نگیر. چیزهایی به تو گفتم چنان درست هستند که زهرو تو در حقیقت هیچ کس را دوست داشته نمیتوانی. به همین هم با محبت هیچ کس ارزنده نیستی. در حقیقت زیبا بود است. نفهمیدم. یعنی شام بخیر گفتید که فهمیدم که شام ها در حقیقت زیبا بودن. شام بخیر. من به مغازه می روم. مغازه در کجا باشه؟ مغازه؟ عجبا چی گفتنی بودید؟ نه آخر من همه چیز دارم. به مغازه رفتم مانده نشوید. خانه هم باشه در همینجاست. نه اینجا. سیگار هم داره شما یا نه؟ خیلی ندارم. سیگار، پیوا، ناس، چی دانم قلیان دارم، یعنی شربت انگور هم دارم. بسیار شوخ بوده شما. استغفرالله. ای تو چیکار میکنی؟ معلمی دین شناسی هستی. به عقل به خود آی خدا تو را میزند. خدایم مرا ببخش. همش از روی خاطرم را گم کردنم است. خانم در حقیقت شبهای خوش تمنان دارم. در حیات به شما موفقیت ها خواهانم. خدا برای کار دهد. من چی گفته استادم؟ با شوهرتون سلام گویید خانم. با شوهرم؟ من شوهر ندارم. اگر شوهر می داشتم با شما گپ نمی زدم. به عقل. راست میگوید خانم. پس نباشد خدا خوشبختی نصیب کند. دیگر چی گویم؟ من چی ها میگویم؟ اوف خدای توبه. خدا تو رو زند ها. تو چه خیل آدم هستی؟ باز معلمی درس دین هستی و زنی در کوچه بودت چسبیدی. خدایم مرا ببخش. اوف سحر چیکار میکنم؟ گفتم کمتر درس خوانم. برعکس هاش. من چیکار میکنم؟ در این ساعت چی خبر است؟ با مکتب می روم. من معلم هستم گفت. اوف مگر حاضر با مکتب رفتن می شود؟ اوف آنقدر آدمی بد هم نیستم. ها؟ میشگان گفتنی زن رو من از کجا یافتم؟ اوف اینش میلشو. اگر آن مسئله حقیقت باشد اوف حتی فکر کردن نمیخواهم. بین آخر چقدر آدمی زیبایه. احمد جنابی احمد زود باش و درس دیر مونده ایستاده. اینش کیست؟ استاد احمد. یا خدای توبه این فیلسوفی بیعقل چرا از قفای من میگرده؟ چی کار میکند اینجا؟ زود باش. احمد ایرا گم شو. یا خدایا با فکرم رفته است. خیر بیلش.
به سرم آمد. خب که رفت. خیلی تیار شده روم. استاد بخیر باشد. انشالله خوب شدید. خوبم. شکر که پس سر کردم. تاکسی. استاد تاکسی من میکنید؟ 011 سرخطان در تعمیر است. 011 سرخ؟ ها 011 سرخ. من پریشان خاطر شدم. بسیار خوب شد که خاطر رسان کرده. سلامت باشید. رحمت. تا بازدید استاد. تا بازدید. ماشینی سرخ. مگر من ماشین دارم؟ خب اگر ماشین داشته باشم خوب. چون ماشینی سرخ گفت. اکنون از اوی رنگش میاریم. نالیازده گفتگشان مگر همین بوده است. این چه خیل ماشین است. بالای ماشین که شده است. کلید هم ندارم. خدای توبه. و فکرم به این خیلی سوار میشم. این چه خیل ماشین است. ای من با این معاش معلمان این را چه گرفتم. مگر به من میراث ماندن. این چی گپ است. این چه خیل حیات است. من کیم ها؟ من چی کار کرده ایستادم؟ از پایانش گیران کنیم چی؟ چه خیلی ها؟ من پیش از معلم شدنم در صناعت کار میکردم چی؟ رفتی؟ یعنی رفتی؟ نه رفتی؟ сардор аз мошине ки боро кашонем халос шудам. дар сари як кӯча партофтам. молҳо дар дасти ман ҳастанд. омада истодам. ромлоз ё зинда аст. ман дидам ӯро. ҳеҷ кас ба ман бовар намекунад. худозанадонро дидам. устодамро дидам мегӯям. устод? устодҷон! устодҷон истед! устодҷон! устодам зиндааст. ба номи худо зиндааст. эй равӣ? маро ҳам сурат гир. ба мошин тела додан омода шавед. устод аҳмад ба дарс меомадааст имрӯз. ман бисёр устод аҳмадро ёд кардам. ҳамин хел. ай ман ҳаме лекин куҷо гум шуд? мумкин нолёзааш боз вайрон шудааст. камтар пас бо мошинаш динг карда меояд. ин қадар торик аст? магар ба мактаб ягон талабаи нав омад ҳа? ӯ ки аст? намедонам. ин мошин зебо аст. чӣ бошад? боз наф я?
بسیار در هیجانم. Bir dakika. Ahmet Hoca. Has. Arabaya bak. O adamda kırmızı bir külüstür. Bu ne lan? Sus. Bak gözlükler de yok. Hocam saygılar. Merhaba hocam. Saygılar hocam. Yürüyüşü acayip değişmiş ya. Ay sadece yürüyüşü değişmiş. Baksana bir şekil olmuş yani gözlükler falan. Ahmet Hocam. Ay bu ne şıklık. Bakar mısınız? Perfect olmamış mı adam? Ben aldım bu kıyafetleri Ahmet Bey'e. Yoksa bilirsiniz klasik giyinmeyi sever. Yoksa ne... مگر چرا خود به خود شکلش رو عوض کند؟ همین خیلی جانم خودش گرفته بوده است. تو اول سر و لباس خودت را درست کن فیلسوف. فیلسوفی بزرگ چی گفته است؟ عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است ورنه ناخوش گذرد این نمی نفس بسیار است. این چه علاقه دارد؟ فکرانیشان رو پریشون کرده استودم. نفهمن گفته این خیل کرده استودم. چیزهای گوناگون گفته استودم برای نفهمیدنشون. بفهم خیر. این لباس رو من خریدم. سلام. گپ نیست جناب. مالش درس های خوش. خیر با شما برای کار. برای کار است. برای کار. درس های خوش. مرحبا دوان شما. احمد آخر چرا تو این خیل رفتار میکنی؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. خانم هیچگاه این خیل نکنید. در بین آدمان چرا دستی مرا میدارید؟ من معلم دین هستم نمیزیبد آخر. برای عاشقان گناه نیست آخر همین خیل نه احمد. میدونی چی گفته است عمری خیام؟ چیزی گفته باشد آخر به من چی؟ جانم ما با تو مانندی پرگار هستیم. یک سر داریم و دو بدن. ای آخر همین خیل گفته است احمد جان. من پرگار مرگار شدن نمیخواهم. من همین خیل خوب هستم. مرا گذارید. آخر احمد من تو رو 1 سال انتظار شدم. لطفاً خفه نشو. وای من نکن. این رو یک جویه پس سر میکنیم. یک جویه آخر مشکلی نیست. اینها رو یک جویه تو و من همش رو یک جویه پس سر درس های خوش. استاد احمد من انتظار میشم جناب احمد. 1 سال انتظار شدم احمد. احمد مرا گوش کن. چقدر که شنیدم تو بپس این در بسیار چسبیده ای. چی شد؟ دامالازیا وفات کرد گفته خواهرش رو به صاحب فکر کرده. پدر سگ.
акайкан он шумо масъаларо тамоман хато фаҳмидаед. мо бо хонум бетул якдигарамонро бисёр дӯст медорем. شود حیوان خواهری دامولازیا کجایی تو را دوست دارده؟ هوی خور مرا گوش کن. اگر تو را یک بار دیگر اینجا بینم این گلها را میخورنمات. در اینجا چی گپ است؟ هیچ گپ نیست خانم بتول. اگر این دفعه شما را ناراحت کند مرا خبردار کنید. من حاضر ادبش رو دادم. اگر نفهمد دفعه دیگر سرش رو برداشت می‌کنم. بتول اگر تو نمیبودی من جزای اینها رو میدادم. با اینها ما میکنم. لابای هیچ چیز. اینها کیسان؟ اینها رو نمیشناسم. بیا زود به درون درو. توبه به یک زنی دیوانه گرفتار شدم آخه. من با کجایتون شیخ شدم؟ کدام سین بود؟ دوازده به در کجا باشد؟ پیسرم سینفی 12 به در کجاست؟ در آشیانه بالا. در آشیانه بالا بود. خیر رحمت. استاد احمد مست بود مگر؟ فکرم ها. بچه‌ها با کی گفته ایستادم؟ مگر زنگ نشد در کلیدار دست گذاره. زود به سیم‌هایتان درآیید. بچه‌ها با کی میگویم زود به سیم‌هایتان درآیید. امروز ما نمی‌درآییم. ای بچه‌ها مگر زنگ نشد؟ به درس می‌دویم زود باشید. شما درآیید بعد ما میگم. کی میگویم زود بسیم درآیید گفتم زود. استاد خودش رو به همه نشان دادنی است. ما رو آدم کردنی است کو از همه حساب. حالا ببینیم چیکار می‌کنه. بس دیده و خدا تماما تغییر گرفت. استاد احمد از استاد سلام علیکم. ها استاد. استاد سلام علیکم. استاد خوش آمدید. از باری بالا گذارید. استاد من از دیدار شما بسیار شادم و با شما لایک میمونم. استاد عینک‌هایتون نیستن. عینک سیاه می درا. سلام اکیونا. مرا دعوت کرده؟ چی؟ بخیر است اکا؟ چی گپ شده است؟ وای در کجاست؟ کی در کجاست؟ شوکت از خرابازی را بس کن. کلتکیلس در کجاست؟ شما در کجا بودنش را نمیدانید مگر؟ مرا مسخره کردی سودی لعنتی. تمام میگویم در کجا بودنش رو میگویم. انا همین خیر. برادرها در کجاست؟ در طرف سریاسیاب. سراغ دارد؟ سراغ یعنی خش رو گویم. قبرستان سریاسیاب راست میره در طرف چپ گور کردگیانشه. ای حاضر تو رو همونجا گور میکنم. کیونال کلتکیلس رو در همونجا گور کردن اخی. چند بار به شما گویم کلتکیلس رو گور کردن مرد نمیفهمید مگر؟ دمت را گیر.
کلتکیلت را دیدم با چشمان خودم. زنده است، گشته ایستاده است. یا خدای توبه هجری من خیلی میگویم. آخر قول او رو من خودم کردم. به قبر هم خودم گذاشتم. وای مرد آخر. به چیزی قسم میدی قسم میخورم مرد. شوکت مرا مجبور نکن. آن بیشرف در کجاست؟ کمیسر شما در حقیقت خوب نیستید. سری شما ویران شدگی. به رخصتی بر اومده تعطیل کنید، نزد یگان پسیخولوگ روید. رفیق مردم را پرسیده ایستادید. به جنازهش آمده تابوت را کشاده از من نفس گیرک پرسیدید. حتی شر نداشته قریب به سرش میپروندید. شما چیکار کرده ایستادید؟ مرد کلتکیل است. مرد فهمیدید؟ به نزد سردار امنیت در آمده شکایت میکنم از بابایت. به آن بیشرف بگو در کجای نباشد او را میابم و دستگیرش میکنم. با دستان خودم دستگیر کرده به اینجا میارم. حالا خدا به شما شفا دهد. آمین. سلام علیکم بچه ها. چه گپ شد؟ سلام قرض خدا است. جواب نمیدهید مگر؟ وعلیکم السلام. نه نمی خیر. جواب دهید آدم شوید. یا خدا. بله رفیقان، امسال درس مدنیت و دین را یک جایه با اصول نو میخونیم. سال تحصیل نومون باشد بخیر باشد. همین خیلی؟ با شما هم. گویا که به داخل استاد احمد دیگر کس در اومده است. همین خیلی؟ نه آخر چرا این دو فریاد زد؟ استاد چیکار میکرده باشد عجبا؟ از من نپرس، من هیچ چیزی رو نمیدونم. بله بچه ها، غمگینم برای آن که یک سال همدیگر رو ندیدیم. یک سال بعد به صنف آمدم، مرا پیشواز خوب نگرفته. عیب به شما هیچ نمی‌زیبد گفتم. استاد لبه جانم. این شما هسته؟ بله منم جانم. وای شما رو بسیار یاد کردیم استاد. بله بله من هم شما را بسیار یاد کردم بچه. انا دیدی چی گفت؟ یعنی چنان یاد کردم که در حال خواستم یک امتحان گیرم. چی خیلی هستم؟ کنی یک ورقی برای امتحان میگیریم. استاد یک سال شد درس نگذاشتیم، چه خیلی امتحان میگیریم؟ در تعطیل، تعطیل تابستانه. کنی بینیم در این تعطیل شما چطور آمادگی دیدید به درس تیار میکردید یا نمیکردید؟ حالا این رو تفتیش میکنیم. جونای دوستات انیق در بیمارخانه عقلش رو گم کرده است. از بالای درخت افتید، به فکرم همونجا عقلش رو گم کرد. من درسای استاد رو تماما نمیفهمم. چه خیلی امتحان میسپرم. تمام آروم باشید، من حل میکنم. استاد ها جان، من گفتنیم که عجب و سوالها انا آسان باشند. ها البته سوال ها. کنی نویسید گوشت خر سخت است یا ملایی؟ تو چه خیلی گوشت خر سخت است یا ملایی؟ گوشت خر حرام است، ما هیچگاه نچشیده ایم. به همه این حادثه ها همه گربه گناهکار است. اگر گوشت خر حرام است؟ بچه ها البته گوشت خر حرام است. مگر از روز اول امتحان میگیرن؟ دیوانه ها شوخی کردم. استاد از اول نمیگوید که شوخی کردم. دیوانه ها گفت، تو هم شنیدی؟ دیوانه ها گفت مورا؟ یک رو هم گفته بود. یک روش چیسته؟ من هم هیچ نمیفهمم، اما دانسته باشد که بسیار رنجیدم. با این آدم چی شده است؟ از کجا دامم؟ گربه، از پشت گربه. امیر در حال خودتان را گم کردید ها؟
امتحان نمیگیریم البته، اما این معنای آن را ندارد که درسان نمیگذاریم. کنی دفتر و روزگاهتان را گشایید. بیایید درسمان را آغاز میکنیم. چی؟ این چی کار کرده است تو دسته؟ هیچ چیز رو نفهمیدم. چی با من داد میزنی؟ شما چیکار کرده استاد؟ استاد مگر حالو درس میخونید؟ کلا کدوها، مگر از روز اول درس میخونم؟ شما در حقیقت دیوانه اید. شوخی کردم، هیچ چیز نمی نویسیم. این روبین چیکار میکند؟ ماشینی کی است؟ از معلم دین. معلم دین؟ بله. بله. استادی من در کجا باشد؟ بله رفیقان، امسال میگویم که کمی شما را در حیرت گذارم. یعنی در روش درس هایمان کمی تغییرات ها جاری میکنیم. استاد چه خیلی تغییرات؟ ماشینتان رو عوض کرده، لباس هایتان تغییر یافتند، طرز گذاشتن درس ها رو هم عوض کرده. تغییرات بسیار نشد؟ بله. بسیار حیران شدم. عجبا پیشتر من چخیر بودم؟ هیچ چیز رو در یاد ندارم. رفیقان، چخیری که گفتن آدمان پیر شوند تغییر میابند. فهمیدی؟ سخنی زور گفت. بله بچه ها، میدانید که در گذاشتن بها امسال کمی در هیجانم. یعنی بهاهای من در بلندی ها پرواز کردن را دوست نداشته در پستی ها میگردن. میدانید؟ اما آخر استاد بغیر از جونه در دست شما همه ما از 5 زیاد میگرفتیم آخر. همین خیر؟ بله. انبین با دهان خودت گفتی میگرفتی، یعنی زمان گذشته. بچه ها چی گفتن؟ گذشته را گذار، آینده را بساز. پایه های من به لرزه در آمدن آخر. از اول گفتم آنم اگر رو بردار کردن یک کس را بینم در سینفکش میماند. استاد جان، استاد معلم دین شده است. استاد زیا را ندیدی در کجا باشد؟ استاد زیا؟ در این مکتب چنین استاد نیست. در اینجا بودنش رو میدانم. معلم فن دین شده است. ماشین سرخ ورزشی داره، در باغچه ایستاده است کو. وای ماشین استاد احمد است. در کجاست؟ در آنجا 12B. خدا از تو راضی باشد رحمت. استاد جان. بله بچه ها، با من آنقدر سوال زیاد دادن معقول نیست. اساسا من سوال میپرسم. اما استاد شما ما رو میگفتید از شما بسیار سوال پرسیم. نه، دیگر این خیل نیست. سوال ها را دیگر من میپرسم. حتی امسال سوال های گوناگون میپرسم. من باید معینه سر شما را کمی در حرکت درآورم. سوال های سرویران کنک میپرسم، یعنی کمی سوال های گوناگون میپرسم. فهمیدید؟ یعنی چه خیلی استاد؟ مثلا گوشت جیره را خوردن جایز است یا نه؟ مگر همین هم سوال است؟ نه من شوخی کردم. مگر این خیلی سوال میشه؟ پسرم این چیه پس درس گذاشته ایستاده؟ تو کیستی؟ این کیست؟ این کی هست؟ تو کیستی؟ در کجا بوده؟ استاد جان بسیار یادتون کردم. مگر نمورده بودید که استاد جان؟ پسرم تو کیستی؟ چی گپ شده ایستاده است؟ دامولا زیا استاد جانی من. این دیوانه کی است؟ زیا گفت؟ زیا؟ چه میگویی پسرم؟ من استاد زیا نیستم، احمد شمشک هستم. احمدم درس رو خلالدار کرده ایستاده. برو هستیم. استاد تو رو در آسمان میجستم، در زمین بوده اید. خدایم تو رو با ما برگردون. زنده بوده استاد جانی من. گوش کن،
پسرم معلوم که تو مرا با کسی مانند کرده ایستاده، فهمیدی؟ حالا لطفا من استاد زیاد نیستم، استاد احمد. استاد چون سوالهایم جمع شدن که دفترم پر شده است. دیگر صبر و طاقتم نماند استاد جانی من. تمام آرام شو، گوش کن پسرم. حالا تو سوالهایت را گرفته؟ استاد زیا از کی است؟ رفته سوالهایت را از او بپرس. میلش پسرم، من در اینجا درس گذاشته ایستادم، تو درس مرا خلالدار کرده ایستاده. رو اکنون برات استاد از سوال آغاز میکنم که سری مرا امسال بسیار گران کرده است. میلش استاد. تو اینقدر پسر یک را بوده یا؟ استاد زامبی رو کشتن جایز است یا نه؟ چی؟ زامبی استاد زامبی. انا توبه کردم خدای یک مخلوق دهان و بینیش بسیار بد است که پر از خون. بچه ها یگان کس به این سوال جواب دارد؟ او میگوید معلوم است که در تعطیل تابستان کتاب را نکشادید. جواب ندارید. شما تنبل ها. استاد آخر ما تمام کتاب های در دنیا موجود بوده رو خوانیم و این خیلی سوال جواب دادن نمیتوانیم. بله. پسرم نامی تو چیست؟ استاد من هجری هم هجری. نه هجری. زامبی. با سوال زامبی را کشتن جایز است؟ کمی جواب دادن بی‌مورد است. چرا؟ چون که در این باره عالمان و متفکران فکرهای گوناگون دارند پسرم. استاد فکر شما در این موضوع چی است؟ انا این سوال مشکل است. استاد احمد جواب دادن نمیتواند. نه با فکر من استاد جواب میده. با تلفن شرط میکنیم که نمیدهد. البته. تمام نباشد تلفنات رو میگیم. حالا اول میبینیم. نباشد نویس. البته که زامبی های گوناگون موجود است، از همین سبب تغییر می‌یابد. یعنی چه استاد؟ نه گوشت آنها زامبی هایی هست که از رستنی ها غذا میگیرند و زامبی هایی هست که میوه میخورند. نتیجهش چیست استاد؟ نتیجه؟ زامبی که گوشت انسان را نمیخورد کشتنش جایز نیست پسرم. خیلی استاد خدا از شما راضی باشد. سرم رو این سوال بسیار گرم میکرد. سرم بسیار آرام شد. با خدا از همه راضی باشد. استاد شرط رو بریدم. نه مگر زامبی هست که آدم ای دختر مگر تو از استاد احمد دیده بسیارتر میدونی. کنی ده تلفن رو. نه یگان چی دیگر ندیم. استاد درباره زامبی که آدم نمیخورد من هیچ نشنیدم. من هم نشنیدم. تمام وای من نکنید بچه ها. سوالی بسیار آسان بود. پسرم اکنون تو بیره. ما در اینجا درس گذاشته ایستاده ایم. سوالهایم بسیار شدن، بسیاری بد شدن. یک توی دیگر میپرسم استاد جانی من. پسرم درسم رو خلالدار کرده ایستاده. بیره از اینجا. استاد اگر روزدار باشیم بمیریم روزمون میشکند یا نه؟ خدای توبه این چه خیلی سوال است. استاد مگر مرگ روزه رو میشکند یا نه؟ این دیوانه کی است؟ خاطرم رو هم از دست دادم و بالای این سوالهای عجیب میپرسد. عقلم رو هم از دست میدیم. بله بچه ها با این سوال آسان جوابی دارید؟ اگر جواب میدادید حیران میشدم. تنبل های بی سوال. استاد شما یک سال نبودید ما از همین سبب بی سوال شدیم. خب نباشد نویسید. این سوال با درس آینده به همتون وظیفه خانگی میشود. کاف تو کاف کرده جواب یافته میآیید. استاد این سوال رو با فکر شما از اینترنت گفتن چی وایست؟ جایز است. جایز است اما که گوگل رو عقلش میگیرد این سوال رو حیرانم. جواب دیگی رو بخیر کنه. تمام استاد من حالا میروم. برای جواب سوالم رو گرفتم باز پگاه میایم. میشود؟ استاد جانی من هم قیادت کردم استاد که دوخید بزرگ کرد. بسیار مبارک است استادم. استاد جانم. بچه ها یگان کسی این جوان را میشناسد مگر؟ با خدا استاد یکم بار دیدم. نمیشناسیم استاد اما با کیم خیلی عجیب بود. استاد شما رو با کسی مانند کرده است؟ بله به فکر من. مایلش حالا در امتحان چه خیلی سوال ها میپرسید گفته پرسیده بودید. عیناً همین خیلی سوال ها میپرسم در خاطر بگیرید. چیه؟ اما استاد
شما آخر از درسایی که نگذشته سوال نمیپرسیدید کو؟ اعتراض نمیخواهم. استاد بچه ها شوخی کرده ایستادن. شوخی نکرده ایستادم. انا همین خیلی سوال ها می شود. ای بر سرمون بابا گرفته می؟ آی استاد بسیار تغییر یافته هستی. خوب نباشد تمام. برای امروز همین قدر دست کفایه است. رفته میتوانید روید. استاد زمان زنگ نشده. یا خدایا توبه، تلفن من هم زنگ میزند. بچه استاد تا زنگ نمیشد ما را جواب نمیدادید کو؟ ای بچه ها مگر یک دو دقیقه مشکلی است؟ اما در کلیدار غوغا نکنه که گپ میشنوم میلش. با این استاد چی شده باشد؟ بله خیر نباشد. استاد ببخشید هستونیست نکردید کو؟ هستونیست؟ خیر امروز ها نخواستم. خیزی خیر درسای خوش. در کلیدار غوغا نکنید بچه. خیر. ای با خدا هیچ نفهمیدم. این استاد تماما تعلیم یافته است. چل به هیچ کجا نمی آمده است. توی جیانش است. باید بیاید. علاوه بر این در این خانه همچون اپا و خواهر کلان شدن. می آید. آخر پدر جان شما راست میگوید او ملیس رو هم فهمیدن لازم. غرورش بلند است. ای غرور پرور نگو. هر کسی که در این خانه زندگی میکند باید توی بیاید. بابا جان یگان جای مجبوری نیست. بگذار آمدن نخواهد ناید. نمیشود. مگر میلیش دختر این خانه نیست؟ میآید گفتم میآید. رفته جیغ زنید از حجرهش آید. رفته فریادش کنید. نگاه کردن نیست کل. با من یک دونه سمبوسه کدوگی میدی؟ سمبوسه؟ باوری داره دوستو؟ باوری دارم چه جایی ناباوری؟ işte tamam. Rahmet. Assalom ustad. Salam. خدایا توبه چی شده ایستاده است؟ کار کنم سمبوسه میخورم دی؟ نه تو این را خورده نمیتوانی. چرا خورده نمیتوانیست؟ خورده نمیتوانی چون تو از سمبوسه الرژی داری. چی؟ مگر یگان آدم هست که از سمبوسه الرژی داشته باشه؟ هست با خدا که میشود. تو وقتی که سمبوسه رو میخوری انا همین خیلی دم میکنی. چی ها میگویی؟ یعنی چی حالا مگر من سمبوسه رو خورده نمیتوانم؟ خورده نمیتوانی. اوف خیر استاد احمد مادامی که بر هستیم صحبت میکنیم یادی گذشته میکنیم یعنی من درس ندارم آخر. اما من درس دارم. دیدی استاد احمد باز میجگان رو پسند. مگر در یاد نداری که معلم میجگان استاد احمد رو 1 سال انتظار بود دیوونه شده بود. این کارش به فکرم زیبنده نیست. به فکری من مگر این خیلی میشود جنابی احمد من تو را 1 سال انتظار شدم 1 درس انتظار شوم مگر بسیار است؟ هیچ است. ای خانم میجگان این خیلی نکنید ایسته. چرا دستی مرا قپیده ایستادید؟ مگر میزیبد من معلم درس دین هستم نکنید. مگر این خیلی میشود احمد جان اما شما چون با من دست دراز میکردید میانم رو میقپیدید این خیلی نمیگفتید که احمد آخر انا شما به پیش من افتیده تکلیف اولاد شوی کرده بودید فراموش کردید مگر در یاد نداری تو؟ من نه حقیقت بوده نمیتوانم. ای با من چقدر دیوانه وار عاشق بودنت رو من به خاطرت میارم خواطر مشو. عاشق؟ با تو؟ خدایم از دست دادن خاطرم چنان چیزی بود است که با یاد ندارید ها؟ باشه
من به یادتان میارم. نه هیچ لازم نیست. گذارید. راستی بگذار همین خیلی است. مگر این خیلی میشود احمد جان؟ زن شد. من باید به درس روم. 1 سال شد که به درس ندار آمدم. اما احمد جان ای آخی جون نگریزد مگر من گریزم. زود به درس بچه زود. هیچ گپ نه. انا پدرجان آمد. لبای بابا اما رو دعوت کردید. بله. میلیس دخترم با توی می آیی همین خیل نه؟ نه بابا جان من نمی آیم. چی نمی آمده بوده ای؟ مدامی که یک پاره این آیله هستی با آمدن مجبور هستی. بابا لطفاً مجبور نکنید. من با اون توی نمی آیم. می آیی میلیس؟ مگر مجبورم بابا؟ چنان مجبور هستی که تا وقتی در خانه من زندگی کردنت به گپهای من گوش میدهی. یعنی در خانه ما حالا هم دوره غلامداری است ها؟ چی شد بابا؟ اگر به توی ناآیم مرا از خانه پیش میکنی؟ میلیس سفزتگویی را بس کن. در حال بخشید بپرس. پدر بس است بیزور شدمی؟ راندنی باشد بیراند. فقط زهرویش نسبت من هیچ محبت ندارد. این بد اخلاقی را بین؟ به این حالت یک بینگر باز از من محبت انتظار هستی. براو جنابی فروخ، دخترت را بسیار خوب به وای رسانده اید. براو. فروخ پدرت تو رو گفته مرا میشنواند. تولین در پدرت نالا دم تنگم خیلی شتکشت میکنم. فروخ مگر گوشه نمیشنود؟ اینجا کار نمیکند. ای پدر مادر چی میشود یک بار مرا طرفداری کنید ها؟ مگر شما به عدالتی این خانه رو پای نبرده اید؟ تنها برای در این خانه کثیف زندگی کردن با سفسطه های بابایم طاقت نکنید. چه کار کنم؟ این دیوانه مرا نمیگذارد. به خدا بیزار شدم. این قدر زنی چسبک بوده است. یا خدایم توبه کردم. نخواد من در حقیقت به این زن تکلیف عایله دارشوی کرده باشد. تو مگر دیگر زن نیافتی همین را انتخاب کردی؟ اوف مگر مست بودم؟ این خیل گویم نمیشد چون که معلم درس دین هستم. یا خدایم من هر چه زودتر خاطرم را باید برقرار کنم. سفسطه ها؟ سفسطه آفرین سفسطه. اینجا باشد خانه کثیف ها؟ میلیس با تو بار دیگر میگویم اگر با توی تشریف ناری این خانه کثیف را ترک میکن. نابود شو از اینجا. پدر جان مادر جان التماس از این خانه رویم. با خودمان حیاتی خوب بنیاد کنیم. چرا در جایی که ما را نمیخواهند ایستاده ایم؟ آخر من با این دختر زندگی کردن نمیخواهم. میلیس شیری نکن. اینجا خانه ماست. من چون با پدرت اویلادور شدم اومدم. تو در اینجا تولد شدی، در اینجا کلان شدی. ما به یگان جا نمیرویم، نه پدرت و نه من. در همینجا زندگی میکنیم. حالا باشه رفته از بابات عذر بپرس. بیرم. مادر نمیفهمی. تو هم نمیفهمی. بیزار شدم. بس است. من در این خانه زیادتی هم میروم از این خانه. این چی شده است؟ میلیس به تو رو در حقیقت دوست می‌دارم. برای این رو اثبات کردم باز چی کنم؟ سامی مشکلی در دوست داشتن و نداشتن من نیست. تو مرا درست فهم. تو رو نمیفهمم. چیلی اکا هم گذارت صحبت میکنم گفتی 1 سال گذشت حالا هم صحبت نکرده این به تو. باز چقدر دیگر عزا میداری ها؟ بله بگو اجازت بده تو رو خوشبخت کنم اویله دار شویم. سمیر گوش کن. من تو مرا دوست میداری؟ ها؟ راستش رو بگو.
سمی بتول بله بگو بله بگو مرا زاری نکنم دیدم داملا زیان نمورده است استادم زنده است شکر خدا هزاران بار شکر خدا تو چی ها گفته استاده هجری تو شنیدی چی گفت حیف این پسر دیوانه شده است در کوچه ها داد و فریاد زده میگردد بسیار جوانی خوب بود وقتی که هوشیار من خودم رو بد حس کرده ایستادم با کلینیکا میروم تنها مونده میخواهم سمی مالش تو بازدید بتول های هجری تو هم وقتت را یافتی ها بتول السلام علیکم زود رفته طهارت کنید حالی وقت است اکا شما خواندن گیرین من بگه غذایی میخونم اکا به سر و یک تو زنم غذایش را فراموش کنم دمتان را گیرید رفته طهارت کنید دامولای دیوانه انتظار نمیشود سوالم را جواب داد سوالم را جواب داد خدایا هزاران بار شکر سوالم را جواب داد نمک خلیل شکری زیاد میخوام اکای کلان سوالم را جواب داد شکری زیاده سوالم را جواب داد بخیر است هجری چی خورسندی یا که مگر یگان استاد نو یافتی به سوالهای جواب داد خیلی استاد اماکی خلیل استادی خودم رو یافتم استاد زیا را با سوالم او جواب داد وای این بیچاره با داملای دیوانه سر و کار گرفته عقلش را گم کرده است بیهوده نگفتم با ما شینی با دیگ شینی دیگ داملای حقیقی منم من او دیوانه است با بالای این مرده است مرد نگویم نمیفهمید مرد ای استادم زنده است داملای دیوانه بین با سوالهایم جواب گفت بینده اکی کنون بین استغفرالله واه این پسر حیف شده در 1 سال از پشت یک دامولا به چه حال گرفتار شد آدم بالای این جنایتکار برآمد پلیس چند مدت در کافت و کاف او بوده است دامولا از بین خفه نشد تا این روز گناه شما را گرفتیم حقیقت را پایمال کردیم دیوانه گفتیم دامولا ما را ببخشید خداوند شما را هدایت کند دیگر چی گویم اگر یک بار دیگر درباره دامولازیا ساختکار بود مختکار بود گویی گوشهایت را میبرم شیطان اکی رجدویم استادم را تهمت میکنی گناه است از پس انسانهای مرده ما را باباهایمان وصیت کردند که گپهای بد نگوییم ایرجبای اماکی خلیل استاد زیا زنده است میگویم با شما خدا را هزاران بار شکر سوال دادم جواب داده هجری بای بعد از نماز بیا کمی با تو سیل و گشت کنیم سرت آرام میشود خوب میشود اینقدر سر و کار نگیر پسرم حیات دوام دارد اکی کن من استادم رو یافتم سوالم رو پرسیدم چیزی میکنی خدا را شکر بسیار زیبا شده بود امور شویش را تراشیده بود رفته طهارت کنید زود باشه روید من باید کمی سرم را آرام کنم آخر این خیلی نمی شود خاطرم رفته است هیچ چیز رو در یاد ندارم کسبم در خطر است نه آخر به یک زن دیوانه گویا تکلیف عائله دارشوی کردم نه آخر به او هم نمی شود چون که از دست دادن خاطرم را تنها او می داند اینها بسنده نبود که باز از همه صنف دیوانه به من راست آمده است من چی کار میکنم که نمیدانم هیچ گپ نه یک موسیقی گوش کنیم این چگونه موسیقی است نفهمیدم این هم آخر با یک معلمی درس دین نمیزیبد این موسیقی من نیست کنی دیگرش را بینید بله موسیقی ما انا این است ای حضوری مقدمت در زندگی برهانی من مرده بودم زنده هیچ کس مرا دوست نمی‌دارد من زندگی کردن نمیخواهم حیفان آینه را شکستی با کجا میگریزی ها؟ اگر تو را نکشم
بس است اکنون بس. من دیگر طاقت کردن نمیتوانم. چیزی نباشد فقط زهرا. مادر تو هم مگر مرا حتی پدر و مادرم دوست نمیدارد؟ من یک رابین مانند دیوانه ماشین رو میراندم. من حالا به تو نشان میدیم. خدایا توبه، این کجا گم شدن؟ مگر از من گریختن رو فکر کردی ها؟ او خدایا چرا من در این دنیا تنهایم؟ چرا تنهایم؟ یا خدایا، از پشت یک دیوانه شدیم. ما را به کجا آورد؟ این کجا باشد؟ وای اینجا را حتی نمیدونم. باز گم نشوم. یا خدایا، من چی گناه دارم؟ چرا مرا هیچ کس دوست نمیدارد؟ وای در اینجا چی کار میکند در بین کپروک ها؟ یک دقیقه، این مرد نبوده است. دختر بوده است. وای چی شده است؟ ای دختر چیکار میکنی؟ تولین ملیس را نیافتی؟ تلفنش حالا هم خاموش است. به فکرم بسیار فشارش آوردم. گفتم به او درس شود اما خطا کردم. خدا نشان ندهد باز یکم دیوانگی نکند ملیس. چیکار دیوانگی ها؟ همش از روی آن نبیره یگانت زهرات است. اگر با دخترم یگان چیز شود شما رو اصلا نمیبخشم. اصلا. چی گپ شده است بابا جان از پشت من؟ چی شده است؟ ملیس به زنگ‌های تلفن جواب نداده ایستاده است. شاید نزد یگان گناه‌هایش رفته است. کمتر پس می‌آید شما غمگین نشوید. دختر برای چی خود از رو پرتافتی؟ بیا بیا زود التماس تمام. تو خوب هستی؟
دومولو ای نه ناممکن است مگر من مردم نه نمرده ای زنده ای خواطر نشد نه ترس هیچ چیز نشده است نه خوبی زنده ای دومولو مگر مرده ها رو شما در همین جا پیش باز میگیرید دومولو من مگر به بهشت رسیدم از آنه که با شما روبرو شدم انیق در جنت هستم من با دومولوی ساخته بودنی شما باوری نکرده بودم ساخته؟ دومولو؟ آیا تو چی گفته ایستاده ای؟ من آخر استاد هستم تو مرا از کجا میشناسی؟ دومولو با شما از آن دنیا خبرهای بد دارم از کدام دنیا؟ حیاتتان رو برای او فدا کردید کو زهرا بود کو زهرا شو کرده ایستاده است ای زهرا کیست خواهرم تو چی ها میگویی؟ در فکرم از بلنده افتید اخرش را گم کرده است دومولو زهرا میگویم ای زهرایش کیست؟ درباره چی گپ میزنی؟ زهرایش کیست؟ تمام دومولو تمام من شما رو بسیار خوب میفهمم کوشش زهرا رو فراموش کردن رو دارید اما دیگر یگان اهمیتی ندارد همه‌اش در گذشته موند اکنون در این طرفیم دومولو در کدام طرفه؟ دومولو مردم کو توبه استغفر ای خواهر زیبایم نمردیم تو از حقوق جهیدی من باشم تو رو نجات دادم همش همین چی؟ یعنی ما مگر نمردیم دومولو؟ ای نمردیم ای چرا میمردیم حالا روزهای خوش ما را از پیش انتظار است چی خیلی؟ دومولو شما هم نمردیم مگر؟ یا خدا پس برای خدا با من یگان زنی صاحب عقل روبرو بکن من تنها یک صدمه را پس سر کردم نمردم زنده ایم نمردیم یا خدایا توبه زود برخیز کنی برخیز بیا خوب هستی یعنی نمرده اید ها؟ توبه کردم خدا زود رفتیم پیش دارم خانه شما در کجاست؟ رفتیم در همینجاست؟ همینجاست گوش کن از این کارهای خودکشی دست میکشی مگر همین کار است؟ خودکشیش چیست؟ آدمان چقدر حیات دارند اما بر زمین این زندگی را دوام داده ایستادند مگر دردی تو از آنها دیده بسیارتر است؟ در اصل نیست اوف مگر خودکشی زیبنده است؟ البته که نمیزیبد از پشت اون زهرا قریب بود که جانم رو از دست میدادم گوش کن از زهرا گفتن دست کش آخیر اینقدر زهرا گفتی؟ اهمیت نده رود بلا با پسش با ما چی آخیر؟ بله دومولو راست میگوید خدا نشانش میدهد به همین هم اون نسبت شما بسیار کارهای بد کرد دومولو گوش کنه چند مراتبه گفتم من زهرا گفتن کس را نمیشناسم در حیاتم ندیدم زهرا در حیات من نیست اما دومولو یعنی دومولو زیو باز حیله کرده ایستاده است البته کلتا کلاس بودنش فوش شد عجبا چه خیل از بیمارخانه برآمد انبار ترکیده بود کو دومولو از راستی شما چه خیل شفا یافتید همه گفتن که شما وفات کردید حتی نماز جنازه‌تان رو خونده بودن من همین رو نفهمیدم 1 سال در بیمارخانه بودم همه مرا مرده میدانند کشتن یک طرف نامرده به مزار گذاشتند من نه شما رو زهرا به خاک سپرد گوش کن باز زهرا میگویی این خیل نکن اما بعد مردن شما آیله‌دار شدن رو قبول کرد شاید شنیده باشه نشنیدم به من چی آیله‌دار شدنی باشد شدن گیرد در آیله‌دار شوی برکت است میگویند بگذار خوشبخت باشد بله این رو شما از علامتون میگوید باوری دارم که شما هم غمگین شده چرا غمگین شوم من همین رو نمیفهمم زهرا گفتنی کس رو نمیشناسم برای شخصی که نمیشناسم چرا غمگین شوم خدای توبه دومولو برای آیله‌دار شدن زهرا غمگین نشده ای بلا سنت زهرا بس است بس به خدا کی بس است تمام دومولو راست میگوید من هم به جای شما میبودم او رو فراموش میکردم زنده بودن دومولو زیو رو اصلا نمیفهمید زهرا دومولو زیو رو باید نبیند بیند اگر از آیله‌دار شوی دست میکشد دومولو من روم برای آوردنتون رحمت و برای نجات دادنتون خب مرا گوش کن از آن کار خودکشی دست بکش فهمیدی؟ مایلش تا بازدید چی گپ هسته؟ قصر هم قصر بوده است ای وای چند حجره داشته باشد
حیات رو بین، باز به خودکشی دست میزده است. آینه هم رو هم شکست. میلیس بگو این چه حال است ها؟ هیچ چیز نیست مادر. چرا هیچ چیز نیست؟ ما رو از خواطری کشتی. این چه حال است؟ هیچ چیز نیست مادر. پیش پا خوردم، با آب افتیدم، همه‌اش همین. هیچ چیز نبوده است. میلیس دختری زیبایم. پدر جون ما رو خواطر کردی. این چه حال است دخترم؟ دختر در کجا بود؟ ما را ترساندی. از برای من شده به تو چیزی رخ میداد گفته بسیار ترسیدم. هیچ چیز نیست بابا جون، من خوبم. جانم. از همه تو بسیار عذر میخواهم زهرا. من به تو ناحقی کردم. حتما در توی تو اشتراک میکنم. انتقام من از تو بسیار دردناک میشود زهرا. دومولوزیو نمرده است، زنده است و تو زنده بودن او را بعد از شوهر کردنت میفهمی. با دقت تمام گروه کمی پیش در محله مرکزی ماشین ورزشی سرخ که گم شده بود با کامera وابسته است. رفتیم. خدایا توبه. اینها چی میخواسته باشن؟ در اینجا ایستم اقلا گذارم. چی گه باشه؟ اینها مرا پروندنی هم؟ زود باشد بچه ها میرویم. ماشین نظام رو پیدا کردم. چی گه پس؟ مگر آنها مرا میپرونن؟ مرا با کی مانم کرده باشد؟ کلتکیرس، کاش که این روزها در خواب باشد، تو نمرده باشی. کاش که برآمده آیی. کاش که می آید، برگشته می آید. اما بعد از آیله دار شدنی تو بدون دومولوزیو را اصلا صاحب نمی شوی، چون که تو با او ارزنده نیستی زهرا. ماشین در کجاست؟ سردارم ماشین گریخت، او را گم کرد. چی خیر گم کرده؟ ای سردار شما را هم، کاری کردتان را هم، یک ماشین را داشته نتوانیده؟ سردارم آروم باشید، ماشین رو حتما پیدا میکنید. آروم باشید. ای تو خاموش شو. اینم شما یک ماشین یافته نمیتونه سردار به سر من داد بزنه. خدا خواهد با شما نقشه سردارم. بفرمایید بابا جان. انا جفتی سال چقدر با یک دیگر زیبندن ها؟ یک باری دیگر قرصک زنید. گذارید زهرو. مرحمت. میرویم. بیا زهرا گذار.
چی خیل حیات دارم؟ من هیچ نفهمیدم. مدام پلیس ها از قفایم هستند. به خانه روم نمی شود. به خانه روم دستگیرم میکنن. نه من خوبش در ماشین خوابیم. بله در ماشین خوابیم. ولی خدیدم اومیگور ماشین ورزشی سرخی مواد مخدر مکشان در نزد ساحل دیده شد. زود رو پیگیری نماید. مرکز فهمیده شد. به جای حادثه بسیار نزدیکه. در حال میروه. تقدیر را ببین. سردار امروز توی خانم زورا بود که آخر. بگذار باشد. با تو چیه؟ اگر من در بر خانم سلم نباشم و از من خفه میشود آخر. شما هم باید در تو اشتراک کنید. آخر خانم زورا خواهر زنتون میشود. چخیل خواهر زنم؟ مگر خواهر زنم ما با حال جدا شده. اگر من با اون خانه روم اکرم دیوانه هست کو مرا در پیش همه میپرونه. در حقیقت شما راست گفتید سردارم. من اون دیوانه رو فراموش کرده بودم. خدای توبه. این پلیس ها چرا از قفای منن؟ چی خیل فهمن؟ چی خیل؟ بله میجگان حیاتم رو هم میدونم. گم کردنی خاطرم رو هم میدونم. زن رو بین همه چیز رو میدونم. اینک چرا از قفای من بودنی پلیس ها رو هم میدونم. انیق سردارم انا اون ماشین. بالا زند اینها را. باز از قفایم هستند. نزدیک شدیم سردارم. کم طریقه تیسته. سردارم آخرین حریف رو ببینید. به عقل از چی است؟ اینقدر یقرب است هیچ تسلیم نمیشود. وای بیشرف رو بین. سردارم دیدید بعد از رحمتی کلتکل از این حریف یکمین است که شما بیشرفش گفتید. خدا خواهد کلتکل از آیسته آیسته فراموش میکنید. خاموش باش. دقتم رو پریشان کردید. سردارم گاز رو زیر کنید. چی گفت است آخی؟ تو رو میدارم. سردارم کم ترگر تیزتر باشید. گذاره از برش گذاره سردارم. سردارم آیسته تر دلم به حضور شد. سفسده نگو. تمام. این رو بین. سردارم دلم شوریده است. بیشرف رو بین از روی 180 میرم. سردارم در همین ماشین پرتو میشود. ببین دمت رو گیر. اوی لعنتی. لیوین خوب دیگاه کن ویکی. دیده نتوانستم بسیار تیز رفت. بسا یک رو بودند. خدای توبه. بنزین هم تمام شده ایستاده است. بسرم بلا شد. مهمانانی از زور نزدیک آمده. شما را به توی آیله دیویرها و شنبیها خیر مقدم گفته. قدمتان نور دیدگانی ما بود. بلا زند. بنزین تمام شد. نگورز ایستا تسلیم شو.
میگویم نگریز پرانم نگریز مراجعت این جفت جوان برای آیله برپا کردن پیشتر دیده شده بود. برای آیله دار شدنشان مانعی نیست، چون همه آمادن نکاح را آغاز میکنه. حالا در نزد مهمانان و شاهدان خواهش آیله دار شدنتان را یک بار دیگر بیان کنیم. نکاح را برپا میکنیم. شما محترم زهرا شنی، با اختیار خودتان فاتحه شده در برتان بوده محترم ایکو دیوی را به شوهری آیا قبول میکنید یا نه دخترم؟